در یک روز گرم و آفتابی از استادیوم آمازون براتون گزارش میکنم. یک سانتر بلند برای این بازیکن خوش قد و قامت از تیم آسی انیمال. زرافیانو پا به توپ جلو میره. آلن شیره بله با یه لایی جا میذاره زرافیانو. تصویر مربیان هر دو تیم آروم و قرار ندارن. شونه به شونه هم آلن شیره و توشیرو کاگانو. اون سوی میدان این بازیکن تند و تیز آفریقایی یوزیو پلنگینی با یک کورس نفسگیر خودش رو به توپ میرسونه، جا میذاره و یک ضربه سر جانانه از اورانگوتایکل. بسیار قشنگ جفت و جور شد و حالا یک تعویض برای راه پوشان گورنتوس. هنوز به توپ نرسیده که این بازیکن گوارز از گرد راه میرسه با یه حرکت بله گاز میگیره و صدای سوت داور. ببینیم نظر داور چی هست. صحبت میکنه بعد زن. بله تماشاگران با نگرانی صحنه رو دنبال میکنن. بله قاضی میدان با قاطعیت کارت قرمز رو نشون میده و خروج گوارز از زمین. ناراحت هست. حریف همچنان در زمین خرقلت میزنه. بازی خشنی شده امروز. اسفیلاچی بازیکن تنومند و قلدر تیم فیلادلفیا پشت توپ قرار گرفته. ببینیم استاد ضربه های ایستگاهی با این فرصت طلایی چه خواهد کرد. نگاه میکنه آن سوی میدان یوزیو پلنگینی و این هم از دفاع سرسخت تیم مونچن گرازباخ لوئیس گارسیا گورازیا. سوت داور و یک ضربه قدرتمند. نگاه کنید چه میکنه این بازیکن با این توپ. دقایق پایانی بازی و نگاه های حیرت زده توپچی های آمازون و این هم پرواز عقاب گربه است. بله گربه آبی اناری پوشان کاتالونیا که نمیرسه و گل 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 فکو برم گل. موجی از شادی سرتاسر استادیوم رو فرا میگیره. گل و سوت پایانی داور.